أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظیم. پیش از آنی که ترجمه این آیه را برای شما ذکر کنم، اولا همدردی خودم با تمام مردم شریف تاجیکستان میرسانم و خاصتا به اون عائله هایی که عزیزانشان را از دست دادند. خداوند به این نفرها صبر جمیل تید و اون بیمارانی که در بیمارخانه ها بستری شده هستند اونها را خداوند شفای کامل تید و طبیبان ما که امروز در صف اول قرار دارند خداوند اونها را می صبر کامل، صبر جمیل عطا کند و از تمام بلا و گزند و مصیبت ها نگهبانشان باشد. راستی چند است میخواستم درباره این وبای عصر کرونا ویروس یک صحبت داشته باشم همراه شما. بنابراین امروز که از جانب مقامات های رسمی تاجیکستان بودن کرونا ویروس در تاجیکستان اعلان شد و تصمیم گرفتم که این صحبت خود به همراه شما در این روز انجام دهم. چند است که برادران میپرسند یعنی چی است این بلا؟ آیا رحمت خداوند است و یا اینکه عذاب خداوند است؟ سبب چی است؟ اگر عذاب خدا باشد چرا بالای همون ظالم ها طاقه نه بلکه بالای مردم عموم آمد؟ چرا خداوند با کلگی بلا را بالای همه نازل میکند، تنها مشرکا یا اینکه تنها ظالم ها را عذاب نمیدهد؟ بنابراین خواستم در این موضوع مفصلا حتی اگر شود 2-3 ویدیو با هم صحبت داشته باشیم. اولا سبب چیست؟ چرا بلا بالای انسانیت آمد؟ به شبهه در این موضوع با دو منبع یا اینکه با دو سرچشمه اصلی، یک آیت و یک حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میتونیم اکتفا کنیم. آیه که قرائت کردیم در اولی صحبت در سوره روم آیه 41 خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ظهر الفساد فی البر والبحر، فساد در تمام روی زمین ظاهر شد، پهن شد، وسیع شد، در خشکی و در آبها، در بحرها. سبب چی؟ برای چی؟ بما کسبت ایدی الناس، به خاطر آن گناهانی که مردم انجام دادند، به خاطر آن مصیبت ها و ظلم هایی که انسان ها بالای یکدیگر آوردند. در دیگر آیت خداوند میگه که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر چی مصیبتی که بالای شما میآید ای انسان ها از دست خودتان هست، از روی اعمال بدی خودتان هست، از روی اعمال زشتی شما هست. شما در این کار خداوند را هیچ ملامت نکنید، بلکه اعمال دست خودتان این اعمال ها را ساخت، این مصیبت ها را بالاتان آورد. و این آیه سوره روم که خواندیم گفتیم میفرماید خداوند که ظهر الفساد فی البر والبحر، یعنی فساد در تمام نقاط عالم پهن شد و ظاهر شد، چی از خشکی و چی در بحرها. سببش بما کسبت ایدی الناس، با اون گناهانی که به خاطری که انسان ها گناه زیاد انجام دادن. و چرا خداوند فساد بالاشون آورد؟ لیذیقهم بعض الذی عملوا، تا که خداوند نتیجه آن بعضی کارهای بدی که انجام دادن، نتیجه اینها را برای آنها بچشاند. لیذیقهم، تا که خداوند نتیجه این اعمال بدشان برایشان بچشاند. لعلهم یرجعون، شاید که انسان ها به خود آیند و به سوی خدا بازگردند. لعلهم یرجعون، یگانه راه نجات و خلاصی رجوع کردن به سوی خودش است. میگوید که شاید که این بلا سبب شود و شما رجوع کنید به سوی من. به همین معنا دیگر حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و این حدیث کمی باز وسیع‌تر صحبت کرده است. عن ابن عمر رضی الله عنه قال، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که فرمودند سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند یقول، چی گفتند پیغمبر؟ اذا تبایعتم بالعینه، زمانی که شما تجارت عینه را پیشه کنید.
تجارت عینه همین خیلی تجارتی است برادران عزیز که انسان اگر در دیگر تجارت ها 10 ساعت وقتش صرف کند، در این تجارت عینه شاید که لازم است که 15 ساعت 20 ساعت وقتش صرف کند به خاطر منفعت گرفتن. چون که شکل تجارت عینه بسیار یک شکلی هست که گوییم به زبان عام فهم ریسک بسیار بلند دارد، به نهایت ریسکش بلند است. بنابراین این شکل تجارت اگر میگه پیغمبر خدا که شما پیشه کنید، اذا تبایعتم بالعینه، اگر شما تجارت عینه رو پیشه کنید، و اخذتم اذناب البقر، و یا اینکه دم گاو مولا گیرید، دقیقاً همین خیل، و یا اینکه دم گاو مولا قپید، از دم گاو مول روید، و رضیتم بالزرع، و یا اینکه فقط به زراعتکاری و به شدگار و به دهقانی راضی شوید، و ترکتم الجهاد، و مجاهده کردن، سعی و کوشش کردن برای اصلاح نفس، اولا جهاد بزرگ که اصلاح نفس است، و دوم جهادی برای حق و باطل، عیان شدن حق و باطل. اگر این کارها را شما ترک کردید، در نتیجه خداوند چی میگه؟ در نتیجه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید سلط الله علیکم ذلا، سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا الی دینکم. خداوند یک خواری را بالای شما میارد که تا زمانی که از این کار دست نکشید و به سوی خدا باز نگردید، خداوند این خواری را از بالای شما دور نمیسازد. یعنی برادران عزیز ببینید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که اگر شما تجارت عینه کردید، یعنی به معنای که تمام فکر و ذکر و یاد و خیالتان در پشت تجارت شد، از پی تجارت شد، و یا اینکه اخذتم اذناب البقر، شما تمام فکر ذکرتون یاد و خیالتون همیشه از دم گاو مال باشد، همیشه شما گاو مال فکر کردید، و یا اینکه ورضیتم بالزرع، همیشه در یاد و خیالتون زراعتکاری و همون دهقانی خودتون باشد، و از نفس هاتون فراموش کردید، از جامعتون فراموش کردید، از تربیه خودتون، از تربیه همسراتون، از تربیه فرزندهاتون فراموش کردید، در نتیجه خداوند یک خواری را بالای شما میارد که امروز دیده است این برادرای عزیز این خواری را به چه شکل و کجا رسید این دنیا. و راه خلاصی چی میگه؟ لا ینزعه حتی ترجعوا الی دینکم. خداوند این خواری را از بالای شما نمیگیرد تا زمانی که شما به سوی دینتون باز نگردید. یعنی ببینید در آیه اول خواندگیمون خداوند نتیجهش گفت که راه خلاصی چی است؟ لعلکم یرجعون، شاید به خود بیایید و شما به سوی خدا باز بگردید. در حدیثی هم که خواندیم آخرش در پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم راه خلاصی را گفت که حتی ترجعوا الی دینکم، شاید اگر که تا زمانی که از این کارتون باز نایستید و به سوی خداوند باز نگردید، خداوند این خواری را از بالای ما نمیگیرد. بنابراین ففروا الی الله. برادران عزیز این لحظه هایی است که باید به سوی خداوند فرار کنیم، به سوی خداوند رجوع کنیم و از توبه و ذکر و تسبیحی که در ماه شریف رمضان است استفاده بریم، استغفار کنیم نزد خداوند، شاید که خداوند این بلا را تیزتر از بالای ما دفع کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.